خوش اومدید به یک ویدیوی خیلی باحال دیگه با من. خب بچه ها، توی این ویدیو قراره بریم یه سری از ترکیب غذایی‌های فوق‌العاده سمی، خیلی سمی که توی دنیا کلی طرفدار داره رو با هم دیگه تستشون کنیم، ببینیم که نظر ما راجع به اینا چیه. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. خب بچه ها، بریم سراغ ترکیب سمی اول، هندونه با نمک. نمیدونم واقعا چه فکری کردن همچین ترکیبی و جز ترکیبای پرطرفدارشون گذاشتن، ولی خب حالا ما تستش میکنیم ببینیم که چجوریه. ترون به نظر تو جواب میده؟ یعنی چجوریه؟ خوشمزه است؟ بدمزه است؟ واقعا هندونه با نمک رو اینجا داریم دوستان. خب اینجوری بزنم تو نمک خیلی شور میشه. خب دستم الان خیس شد کاشن. میخواستم شما ببینید اینجوری آوردم. خب بذارید یه چیزی بهتون بگم، من این ترکیب رو خیلی بچه بودم، خیلی هم بچه نبودم، فکر میکنم کلاس اول راهنمایی بودم، مسابقه که داشتم یکی از مربیامون بهمون گفتش که شب قبل از مسابقه هندونه با نمک بخورید خیلی خوبه. مربیمون هم اهل ایران نبود. آره دقیقا یادمه یه همچین ترکیبی رو گفت شب قبل از مسابقه بخورید. حالا بریم که سرمین برو اون سطل آشغالو بیا. سطل آشغال آوردم، حس میکنم امشب باید اینجا براتون بالا بیارم، شرمنده. یکم دیگه بخوریم ببینیم که نظرم چیه. نه اصلا مزه هیچی نمیده. از 1 تا 10 بهش اصلا 1 میدم. بذار نمک بزنم برات. سرمین بخور ببین نظر تو چیه. یه آب شیرین شوری با هم دیگه قاطی. من دوست دارم. واقعا خوبه؟ واقعا از 1 تا 10 چند؟ 6. اصلا دوست نداشتم، اصلا خوشم نیومد. خب بچه ها، بریم سراغ ترکیب سمی بعدی، پوفیلا با شیر. چه مزه‌ای میده به نظرتون؟ سرون به نظر تو چه مزه‌ای میده؟ این واقعا مزه بدی. آخه اون کورنفلکس ها دیدی واسه صبحونه میخوریم، اونا خیلی خوبن. البته اونا شکلاتی ان طعمای مختلف. بذارید ترکیب سمی رو بریم ببینیم چه مزه‌ای میده. مقداری پوفیلا و شیر. آب شد. کوچیک شدن. خب چه بویی. آره چون یکم نمکیه من حس میکنم مزه شیر برنج بده. بچه ها بذارم کنارم این سطل آشغالو بالا آوردم اینجا بالا بیام. بالا بیارم. بیا بالا. من میدونم اینو دوست ندارم. آقا خوشمزه است، جدی میگم. از 10 بهش 6 میدم. جدی خوبه، به خدا خوبه، خیلی خوبه، جدی میگم. بخور. نمیخوام بهش بدم. بخور، جدی میگم خیلی خوبه. خوب بود. وای خیلی خوشمزه است نیست؟ عالیه. از 1 تا 10 بهش چند میدی؟ 6. 6 نه؟ واقعا خوشمزه بود بچه ها، اصلا نگم براتون. پس این ترکیب باحال بود، حتما تستش کنید بچه ها. نظراتتون هم حتما توی کامنت ها واسم بنویسید. من که خیلی خوشم اومد. ولی بیشتر از 10 دقیقه باشه دیگه. آره دیگه قشنگ پودر میشه.
خب بچه‌ها بریم سراغ ترکیب سمی بعدی. سس شکلات با سیب زمینی سرخ کرده. نمیدونم چرا واقعا میخوام اینو امتحانش کنم. نمیدونم واقعا خوشمزه است یا نه، ولی جزو پرطرفدارترینا بوده. اصلا چرا تا به حال خودمون بهش فکر نکرده بودیم؟ به نظر تو جوابه؟ آخه کجا دیدی مثلا این شکلی باشه سس شکلات روی چیپس، روی مثلا من ندیدم جایی. خب بریم با هم دیگه تستش کنیم. یعنی ترکیب از این سمی‌تر داریم؟ وای. سروین باورت بشود یا نشود خوشمزه است. میدونستم. اگه سیب زمینی رو سرخ کنی نمک نزنی خوب میشه. آره اگر نمک بزنی فکر کنم بد میشه. ما نمک نزدیم. بچه از 1 تا 10 بهش 8 میدم. بیا بخور. خوشمزه است. 8 عالیه. واقعا خوشمزه است بچه. سیب سرخ کرده با سس شکلات. مارکش هم بهتون میگم. سوربن. بچه خیلی خوشمزه است. سیب سرخ کرده با شکلات. اصلا با هر نوع شکلاتی شما خوردین. واقعا خوشمزه است. خیلی خوشم اومد. نایس. خب بچه بریم سراغ ترکیب سمی بعدی. لیمو ترش با فلفل تند قرمز و حالا یکم نمک. آقا این لیمو ترش ها رو این شکلی باید پوستشون بگیرین، بعدش بزنین توی فلفل زیاد تاکید میکنم. بعد میگن که ترکیب خیلی خوبی میشه. حالا ما نمیدونیم. به نظر تو جوابه؟ من که دوست دارم. آره چون ببین من و سروین خواهرم کلا چی دوست داریم؟ تندی. ترشی، تندی خیلی. حالا شیرینی هم من دوست دارم، سروین زیاد دوست نداره، ولی خب تندی رو به شدت دوست داریم. یعنی اصلا جوریه که زبونمون دیگه کلا حسش رفته از بس تندی خوردیم. نه بابا. ولی خب اونایی که تندی دوست دارن شاید باحال بشه، اونایی هم که دوست ندارن شاید ترکیب خیلی خوبی بشه. حالا ما هم تستش نکردیم. من برای اولین بار دارم این ترکیب رو تستش میکنم. وای دوستان اینو من میخورم اول. اینو اینجوری بزنیم توی وای دهنم آب افتاد. میدونم همتون دهنتون آب افتاده الان، ولی تند بودن که قطعا تنده، ولی باید ببینیم چی میشه. استرس دارم. بخور. من خوشم اومد. من خیلی خوشم اومد. وای این یکی هم من میخورم. یه گازی میزنم. بچه از 1 تا 10 من واقعا دوست دارم. و این که بدونی تندیش اونقدر زیاد نیست، چون لیمو ترش حالت اسیدی میده بهش، برای همین تندیشو زیاد نشون نمیده. خیلی خوشمزه است. خیلی. تو گفتی از 1 تا 10 چند؟ 10. منم از 1 تا 10. بچه ها حتما امتحان کنید، نظرتون رو توی کامنت ها واسم بنویسید. من خیلی خوشم اومد. فوق العاده بود. خب بچه ها بریم سراغ ترکیب بعدی سمیمون. خیارشور با بستنی. به نظر تو جواب میده؟ به نظر منم جواب نمیده بچه ها. خیارشور رو با جیف خورده بودم ولی نظرم بهش خنثی بود. واقعا میترسم. چرا با این پرطرفدار باشه؟ بچه خیلی بدمزه بود. اصلا یه ترکیب سمی بود.
خیلی بدمزه بود. 0 از 1 تا 10 به این 0 میدم. خیلی بدمزه بود. بده. نه نده. بخور طوری نیست بذار. اصلا یه مزه کثافتی اصلا خیلی بد بود. بیا الان میریزه. الان چجوری بیام؟ ای وای. نظر چیه؟ 3 زیادش نیست؟ خیلی بد بود. خیلی بد بود. اصلا خوشمزه نیست. برای من بدم نبود که بیارم. نه من اصلا خوشم نمیاد. من دهنم قشنگ یه مزه بدی گرفته. خیلی بد بود. خیلی